اگر کسی دستاوردی از اتحاد جمهوری خواهان یادش باشه، برای اولین بار سازمان‌هایی که چون مثل موزاییک حاضر نبودن با هم کار بکنن، گامی برداشتن و اولین اصل نزدیکی رو به هم انجام دادن. هنوز که هنوز این در ثبت تاریخ شد. همین الان هم در تکاملش در 9 سال بعدش در 5مین نشستش بهشون تبریک میگم. در زمانی که یک جریان جدی در اتحاد جمهوری خواهان سعی میکرد با طرح جمله بریدن ناف از ایران و عدم مسئله شعبه شدن ایران در خارج و غیر با این شعارات سعی میکرد این رابطه رو قطع بکنه، که متاسفانه اون زمان روند حاکم بود که یادتون میاد 2 سال قبل از تشکیل اتحاد جمهوری خواهان، وقتی که در برلین کنفرانس معروف برلین بود که سخنگوی سابق آقای اشکبری هم یکی از این سخنگویا بود، کسانی اومدن با عرضه اندام عریان در جلسات به این نوع بریدن نافها دامن زدن و متاسفانه به اون جنایت و به اون فاجعه انجامید. خوشبختانه اتحاد جمهوری خواهان بعد از 9 سال بهش تبریک میگم که حداقل امروز کسانی از اون درون ایران که متاسفانه به خاطر استبداد حاکم از گردونه سیاست و جغرافی ایران دور شدند، ولی اتحاد جمهوری خواهان در هم مضمون سیاسی و هم تشکیلاتی و هم از نظر مسئله عاطفی و فرهنگی رابطه‌شون رو هم با اصلاح طلب‌ها، هم با ملی مذهبی‌ها و هم با نیروهای درون ایران حفظ کرده و من شروع این سخن رو فال نیک میگیرم و اصلش رو بر روی اصل تعامل که سخن امروز من و تجلیاتش در هم مسئله درون ایران و هم در سطح خارجی است عرضه خواهم کرد. ببینید، اولا اگر اتحاد جمهوری خواهان میخواد سیاست ورزی بکنه، دیگه با اون تعریف عمومی روشنفکر سیاسی که بعد از 28 مرداد 32 در ما شکل گرفت باید خداحافظی کنه. روشنفکر سیاسی بعد از 28 مرداد 32 پدیده سازندگی مد نظرش نبود. سازش کلمه بدی بود، زشتی بود. اون چه که مسئله بود اعتراض بود. نمیگم بد، نمیگم خوب، دارم به عنوان تاریخ و اون چه که واقعیت بود. یعنی ما مثلا اگر یادمون باشه مثلا کسی صادق هدایت رو روشنفکر میگفت، ولی اصولا وقتی میرسیدیم محمد علی جمالزاده یادمون نبود. یا در اون زمان قبل انقلاب مثلا سیمین بهبانی جز روشنفکران شاعر محسوب نمیشد، شاملو محسوب میشد. نمیگم بد یا خوب، تکرار میکنم. از چه واقعیت هایی گذشتیم. اتحاد جمهوری خواهان به عنوان یک جریان سیاسی اگر میخواد کار بکنه، حداقل باید مسئله روشنفکر سیاسی رو که من 10-12 ساله به خودم دیگه نمیگم و یک سیاست ورز روشنفکر قید میکنم، ما ضرورت سیاست ورزی روشنفکر رو باید مد نظر قرار بدیم. در این مرحله که وارد میشیم، یکی از پدیده‌هایی که در مرحله کنونی ارزیابی میکنیم و اون نکته اصلی من که روش انگشت میذارم، چرا تعامل و چرا سازش و چرا معامله و چرا دیالوگ و چرا کامپرومایز نیاز کنونی جامعه است. در اون دوره 40-50 سال بیشتر شعار آزادی بود و عدالت، شعار دموکراسی نبود. آزادی معنیش برای ما این بود که واژگونه کنیم دوباره از صفر بریم بالا. ولی همین الان با دموکراسی وقتی صحبت میکنیم، دموکراسی عجین شده با تنوع و تکثر. تنوع و تکثر راهی جز نداره مگر تعامل. خوشبختانه تحمل ما آنچنان بالا رفته که روشنفکران ما خیلی تساهل و تسامحشون بالا رفته، ولی معامله حاضر نیستن بکنن. وقتی میگم دولت و ملت میگن با خامنه‌ای، وقتی میگم مثلا نحلها نزدیک بشن میگن با مذهبی ها. همیشه این در کنه ذهن ما هست. باور کنید، وجداناً بهتون میگم، این مسئله قطع تاریخ جزئی از زندگی ما شده. یعنی هیچ وقت ما حاضر نبودیم تصحیح بکنیم. وقتی که چریکای فدای خلق شروع کردن در ایران یا چپ‌هایی مثل ما شروع کردیم در خارج در 40 سال پیش، نمیگفتیم ادامه حزب توده و تصحیحش. وقتی که مجاهدین خلق شروع کرد نگفت نهضت آزادی و تصحیحش. وقتی نظام شاهنشاهی پهلوی شروع کرد نگفت ادامه راه شاهنشاهی نظام سابق قاجاریه. همش نفت بود. یادتون هست توی تاریخ خوندید وقتی که رضا شاه پرسیدن آیا هیچ چیزی قاجاری خوب نداشت، آیا اصلا مردی نداشت، جوان مردی نداشت، فقط 2 تا مرد اگر توش بوده، یکیش آقا محمد خان قاجار بوده که میدونید معروف به چی، یکی فکر کنم مادر دکتر علی امینی، اگه اشتباه نکنم فخرالدوله، فخرالملوک.
فخر دوله بس درست اول گفتم. بس ببینید این زمینه رو براتون توضیح دادم. نفت فقط از ما نبود. حاکمان ایران وقتی که به نفت شروع کردن، نفت گذشته بود، نه تکامل. با شاهنشاهی انگلستان فرق میکنه. حتی اگر شاهنشاهی انگلستان هنری هشتم رو داره که از در استبداد دست همه رو میبنده، به طوری که از 6 تا زنش 2 تا زنش هم میکشه، ولی قانونی با استناد به قانون زنش اعدام میکنه. ولی ما در خودکامگی اونچنان بودیم که حتی نه فقط با طبقه دیکتاتور خود حاضر نبودیم کار بکنیم، فقط با این نیت میرفتیم جلو که چگونه اینا رو واژگونه کنیم. خب حالا در عصر کنونی ایران ما با چی مواجه هستیم؟ با یک بحران جدی. اگر قبول داریم همه ما که همه توضیح دادن با یک بحران مواجه هستیم، پس بحران پاسخش یک ایدئولوژیک و یک پاسخ نیست. و میخوام به قدر اون عالم گذشته 1-2 دقیقه هم بیشتر صحبت کنم. یعنی در اصل این انقطاع رو باید به قدر این انقطاع رو باید از بینش بریم. یعنی باید قبول کنیم ضرورت خیلی اصلا معذرت میخوام. من رو این تکیه کردم. زمینه نتیجه گیری رو در بخش داخل بگم. عزیزان، غیر از تعامل، غیر از سازش، غیر از کامپرومایز، غیر از معامله بین 3 تا نحله بزرگ جامعه ایران، یکیش انعکاس تفکر غرب در 150 سال گذشته و دیگری ایرانیت و دیگری اسلامیت، بدون اینها نمیشه کار کرد. لذا اون کسانی که سعی میکنن متاسفانه به دنبال تصمیم عالما خودشونو کردن عالم، ما رو کردن عوام و بعد میکنن العوامو کل انعام یعنی 4 پا. اونا اومدن اینطوری کردن، ما هم در مقابل اومدیم در انتقام میگیم اصلا آدم دینی نمیتونه روشنفکر باشه. سخن بر سر لغت نیست، سخن بر سر انقطاعه. ما دوره‌ای رسیدیم که انقطاع تاریخ مرگ ماست و در این روز بحران ما با پاسخ و قرائت واحد نمیتونیم پاسخ بدیم جلو. پس لذا حل بحران اتاق فکر نیاز داره. اتاق فکر تیکه تیکه فکرها رو روی هم نیاز داره. در جامعه ایران همکاری این 3 نهله است. در جامعه بیرون ما همکاری ما همراه با جنبش درون ایران، نه در خارج و بریده میتونه پاسخگو باشه. من در جنبندی آخرم قسمت دوم که قول دادم در بخش خارجی توضیح بدم، با فضولی این رو ادامه میدم. ببینید در بخش خارج ما یک جریان جدی مواجه هستیم. یا ما بین آلترناتیوهایی که بزرگترین کارشناسان سیاست خارجی آمریکا، یکیشون آقای کنت پولا که 2 تا کتاب نوشته، یکی معمای ایران در سال 2004 نوشت، در سال 2009 زمان اوباما که کتابی نوشت در 220 صفحه به نام کدوم راه به سوی ایران. این واژه بهتون عرض کنم. آلترناتیوهای گوناگون در برخورد به ایران گذاشت. یکی ترغیب و تشویق و در این حال درگیر مستقیم مذاکره، یکی دیگه اشغال، حمله هوایی یا اجازه حمله هوایی به اسرائیل دادن و یکی تغییر رژیم از طریق جنبش توده‌ای یا دفاع از شورش‌ها و یا کودتای نظامی. و در آخرین آلترناتیو کانتینمنت رو گذاشت، یعنی کنترل کردن. این نه جنگ و نه صلح. با ایران در این 30 و خورده ساله رابطه آمریکا نه جنگ و نه صلح بوده. متاسفانه همین الان دورش دیگه به سر رسید. من در مقاله در 3 سال پیش در زمان اوباما نوشتم دوری نه جنگ و نه صلح به سر رسیده، دوری یا جنگ یا صلح. ما ایرانیای داخل و خارج باید اولا انگشت سبابه شماتت و انتقاد رو متوجه حاکمیت بکنیم که بازی با مسئله جدی نکنه و راهی رو باید پیدا کنه در ارتباط مستقیم قرار بگیره و رابطه رو با خود آمریکا و اینجا برای اولین بار بگم با اسرائیل مستقیم حل بکنه. در تاریخ خاورمیانه ما سراغ نداریم که اسرائیل احساس خطر بکنه و اجازه بده اتحادی در خاورمیانه شکل بگیره. بزرگترین دلیلش سال 1356 و نزدیکی شاه به کشورهای عربی بود که خیلی از آدم‌ها از جمله دکتر مهندس امیرانتظام به خود من گفت معتقده که توطئه علیه شاه ایران کار اسرائیل بود. من مهم نیست که اون تقصیر کی باشه، مهم جنبندی است. ما باید در معاملات سیاسی بیاموزیم چگونه باید همکاری کنیم.
ما باید ایران رو تشویق کنیم در مذاکرات مستقیم و کنار اومدن با جریان غرب. و اما در خارج که این قسمت آخر سخنمه، ما و عزیزان خارج کشور برخلاف درون ایرانی ها که مرتب انگشت سبابه شماتت رو به درستی به سوی مدیریت حاکمیت میکنن، ما باید فریاد خودمون رو در غرب در تمام کشورها توضیح بدیم. ما به هیچ وجه به عنوان اپوزیسیون، به عنوان انسان، به عنوان شهروند حاضر نیستیم محاصره اقتصادی رو علیه کشور خویش یا حمله علیه کشور خویش بپذیریم. تعلل در این مورد خطر جدی است و اگر چنانچه این اصل رو بذاریم، این جمله آخر منه، اگر این اصل رو بذاریم، هم تعامل درونی ایران برای همه ایرانیان و هم مسئله احترام بیرونی و رابطه گفتمان مستقیم با بیرون و هم روشن کردن مخالف محاصره اقتصادی و جنگ میتونه ضریب خوبی باشه. و من پیشاپیش کنگرهتون رو و قطعنامه‌های آینده‌تون رو تبریک میگم و امیدوارم موفق باشید. خب من خدمت دوستان عزیز سلام میدم و تشکر میکنم از دوستان از زحمتی که کشیدن و فرصتی که به من دادن که در این فرصت بتونم چند نکته رو، چند ملاحظه رو در میون بذارم. من توضیحم بگم، دوستان خواستن من قبل از هر چیز خودم و یک فعال سیاسی متعلق به طیف نیروهای چپ دموکرات ایران میشناسم. ضمناً از همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لاییک ایران هم هستم. در این 10 دقیقه 3 نکته رو من تیتروار با دوستان در میون میذارم. یکی راجع به اهمیت توجه به موقعیت سیاسی شکننده جامعه ایران در وضعیت امروزه. یکی مربوط به سیمای سیاسی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران که به درستی دوستان مطرح کردن در منشور این اتحاد هستش و اهمیت باز تاکید بر اون منشور و اون سیمای سیاسی به خصوص در اوضاع سیاسی شکننده‌ای که جامعه ما باش روبروه و به درستی بحث همگرایی مطرح میشه. مسئله سوم این مسئله قومی و ملی، پذیرش طرح مسئله و فراهم کردن شرایط برای بحث و گفتگو و تبادل نظر به جای تکیه بر وحدت کلمه یا این موضع نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، به خصوص در اوضاعی که ما نه چیزی بداره و نه ببار و در این حال اون موقعیت شکننده‌ای که اشاره کردم. درباره موقعیت شکننده جامعه ایران همین بحث که این وضعیت تحریم ها و این سوء مدیریت و ندانمکاری از جانب حاکمان ایران وضعیتی رو در ایران حاکم کرده که گفتن این که این نتیجه گیری که اگر در بر همین پاشنه‌ای بچرخه که ظرف 2-3 ماه اخیر چرخیده، این نتیجه گیری که ما با فروپاشی اقتصادی در ایران روبرو هستیم بحثی بی ربطی نیست به این مسئله بحران هسته‌ای و تحولات سیاسی پرشتابی که در سطح منطقه جریان داره. من یک نکتهش رو فقط اشاره کنم. ما توجه داشته باشیم که حکومت جمهوری اسلامی امروز در سوریه به طور غیر مستقیم با امریکا و متحدین امریکا درگیر جنگه و پای ترکیه نیز داره به این جنگ کشیده میشه و ترکیه همسایه دیگر ایرانه.
من شخصا فکر می‌کنم یکی از دوستان طرح کرد اینجا که ما ایرونی‌ها عاطفی هستیم. آره این درسته، ما عادت داریم بگیم ایشالله گربه است و خیال خودمون رو راحت بکنیم. این درسته که ایران تاریخ و فرهنگ طولانی داره، در هم تنیدگی میان اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف زیاده. درسته که شاید تهران بیشترین آذری نشین ایران باشه یا ترکا بیش از اون چیزی که در کردستان هستن در کل ایران پراکنده هستن، اما در عین حال فراموش نکنیم ما تافته جدا بافته از کشورهای دیگه هم نیستیم. من تصور من نیستیم و این اهمیت داره که فکر بکنیم راجع بهش. این وضعیتی که در یوگسلاوی سابق پیش اومد، این وضعیتی که در چکسلواکی سابق پیش اومد، این وضعیتی که در ترکیه و در عراق و افغانستان پیش اومده، توجه داشته باشیم این حکومتی که امروز در ایرانه و همه بهش نقد داریم رو دست همین مردم اومد با این تاریخچه. بنابراین میتونه یه وضعیت‌های مشابهی هم به ما به عنوان یه احتمال تحمیل بشه و تنها نیرویی که میتونه مقابله بکنه یک جریان سیاسی هستش که اولا یک پروژه داشته باشه برای این جامعه مشخص، ثانیاً پایه توده‌ای داشته باشه، پایه مردمی داشته باشه و بتونه این جامعه رو، این مردم رو پشت اون پروژه برای دوچار نشدن به اون وضعیت بسیج بکنه و متاسفانه ما فاصله داریم و اگر نتونه این جامعه، این اپوزیسیون به اون مسئله فائق بیاد، باید گفت چرا اون وضعیتی که به بقیه تحمیل شده و 30 و خردی سال پیش به ما هم تحمیل شد یه جور دیگه، نمیتونه به گونه دیگه در مورد ما تکرار نشه. مسئله بعدی که میخواستم توجه دوستان رو جلب بکنم، ببینید سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران در یک منشوری هستش ترسیم شد و این منشور اتحاد جمهوری خواهان ایران رو قبل از هر چیز به عنوان یک جریان سیاسی تحولخواه که خودشو با نظام جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفکیک قوا توضیح میده، با طرفداری از جدایی دین از دولت، با پایبندی به حقوق بشر و گذار مسالمت‌آمیز. این جریان سیاسی میاد و به درستی نظام سیاسی حاکم رو نقد میکنه، قانون اساسیش رو نقد میکنه و طرفداری میکنه از جایگزینی این قانون اساسی با قانون اساسی دیگر بر اون پایه‌ای که قبلا طرح کرده. خب اتحاد جمهوری خواهان یک جریانی است اپوزیسیون و اهمیت داره ضمن دفاع، طرفداری از هر گونه تغییر، از هر گونه اصلاح و وارد بحث و گفتگو و دیالوگ شدن با همه جریانات اصلاح طلب، اما مرزشو به اعتبار اون پرنسیپایی که در منشورش هست ترسیم بکنه. من در این فرصت کوتاه فقط یک مسئله رو چون دوستانی هم بحث کردن طرح میکنم. ببینید مسئله جدایی دین از دولت در ایران، خب این فقط کلمه نیست، این معنی داره. این جدایی به نظر من و فکر میکنم دوستان هم در یک روند بغرنج و پیچیده‌ای در ایران که راهش رو از خلال تحولات آینده هموار میکنه پیدا خواهد کرد و در این تحول قطعاً یکی از نیروهای اصلی و تعیین کننده جریانات سیاسی دین باور ما هستند و باید با اینا وارد گفتگو و دیالوگ از جمله انتقادی شد. توجه داشته باشیم جریانات دین باور اصلاح طلب ایران طیف گوناگونی رو شامل میشن و جدای من دیگه یه مقدار وقتم چیزه، ولی به هر حال
این مسئله که جدای دین از دولت یعنی بی‌طرفی دولت، یعنی صرف مسلمان بودن امتیاز خاصی به عنوان شهروند برای مسلمانان و شیعه مذهبا تعلق نمیگیره. در این مملکت تاریخ رو نگاه کنیم، به رغم 1300 سال سابقه دین اسلام، اما شیعه اثناعشری تا چند قرن حائز اکثریت بوده. تا این 30 و خردی سال هم که جامعه در حال تغییر از جمله نحوه برخورد مردم و شماها با دین. بنابراین آینده هم وقتی میگیم جدای دین از دولت یعنی قانونگذاری، قوه قضاییه، یعنی سیستم تعلیم و تربیت تابع این دین و اون دین نیست و همه به یکسان حق دارن. راجع به مسئله قومی و ملی هم من فقط مایلم این مسئله رو طرح کنم با توجه به وقت که اولا بپذیریم که صورت مسئله به این نام در جامعه ما وجود دارد، بپذیریم. دوما راه حل هایی که در گذشته چه از جانب چپ چه از جانب نهضت ملی ارائه شده پاسخگو نیست و نبوده. بعدم به دنبال بحث و گفتگو باشیم در این مملکت 70 و چند میلیونی که یه بخشی هستن مثل بنده، من میگم ایرونی هستم، فارس، و طرفداری میکنم از یه پارچگی این مملکت و مبارزه متحدانه مردم. یکی دیگه میگه من ایرونی کردم، ایرونی ترکم، یکی دیگه میگه من ترک ایرونی هستم. بخشی از اینا مثل بنده و اغلب شما از یه پارچگی دفاع میکنن، اما یه بخش دیگه هم از شهروندان این مملکت امروزی که نه چیزی نه به دار نه به بار از حق تعیین سرنوشت دفاع میکنن، میرن حتی تا این حد که جدا بشیم. خب بشینیم بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، سیاست حسی، سیاست ایزوله کردن رو پیش نگیریم. فراموش نکنیم کارپایه سیاست برنامه جمهوری خواهی قبل از هر چیز بر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر استواره و نه چیزی. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان گرامی. من نادر اساره چند خطی به عنوان پیام رفقام از سازمان اتحاد فداییان رو براتون قرائت میکنم و مقدمتا دوست داشتم بگم که بسیار خوشحالم که در میان گرایشات مختلفی از هموطنانم تو این جلسه شرکت کردم و به صحبت‌ها گوش دادم، نکاتی رو هم در میون میذارم. منم قبول دارم که مطلقاً نبایستی توهمی داشت نسبت به نیروهایی که از سالها قبل دارن مرتب به خارج رانده میشن و اپوزیسیون در تبعید ایران رو تشکیل میدن. نبایستی هیچ گونه توهمی نسبت به نقششون و نظراتشون و تأثیرشون در ایران داشت. دست کم تا اونجا که من با فکر این نیروها آشنا هستم چنین توهمی وجود نداره. از طرفی دیگه این هم برای اطلاع من وجود نداره که شرط لازم و کافی برای تحول توی جامعه ما رفتن این رژیمه. این رژیم میتونه بره ولی تحول صورت نگیره. ضمن اینکه فکر میکنم برای بسیاری از ما مسلم شده که یک ساختار مذهبی، یک ساختار بر اساس یک مکتب یا ایدئولوژی به همین مصایبی منتهی میشه که شاهدش هستیم. از طرفی دیگه منم با گسستی که میان نسل‌ها دیروز مطرح شد و اشاره شد به دوستانمون در اتحاد فدایی، اتحاد جمهوری خواها و مطرح شد خروجی و ورودی شما چیست،
به این وقوف داریم. این یکی از دردهای ماست. من میخوام فقط این نکته رو اشاره کنم و اضافه کنم که وقتی به این موارد پرداخته میشه فراموش نشه که ما بازماندگان یک جنبشی هستیم که در ایران یک زمانی شکل گرفتیم. ما حذف شدیم، ما به شکل وحشتناکی درو شدیم و ما خود نمیخواستیم که در اینجا جمع بشیم. ما رو به اینجا فرستادن. تمام امید من اینه که یک روزی این گفتگوها رو در داخل کشورمون و در میان اقشار وسیع مردم بتونیم انجام بدیم و نظراتمون رو به قضاوت مردم بگذاریم. بنابراین خواهشم اینه و خواستم اینه که وقتی ما را مورد خردگیری قرار میدهید، اون چه هم که ما شاهد بودیم و اون ستمی رو هم که ما دیدیم فراموش نشود. پیام به همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران. دوستان گرامی، برگزاری پنجمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران را به همه شما فعالین و همراهانتان تبریک میگوییم. برای این همایش موفقیت و برای سازمانتان فعالیتی مؤثرتر آرزو میکنیم. از دعوت شما از سازمان ما به این گردهمایی سپاسگزاریم. شرایط خطیر کنونی کشور و موقعیت نیروهای اپوزیسیون جمهوری خواه دو مشغله مهم همه آزادی خواهان و عدالتجویان ایران می باشد. جمهوری اسلامی و ولایت فقیه استبداد دینی و قدرت مطلقه فردی روزافزونی را به بار آورده است. تعیین سرنوشت مردم ایران را از آنان سلب کرده است. کشور را با بحران‌های عمیق و خطرات نگران کننده‌ای روبرو ساخته است. مناقشات چند سالی رژیم با قدرت‌های بزرگ جهانی در مورد امور مربوط به شفاف‌سازی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و درباره دیگر مسائل منطقه‌ای عمیق و عمیق‌تر می‌شوند. این مناقشات و دیپلماسی تأسف‌بار رژیم حاکم کشور را با تحریم‌های اقتصادی مهیب درگیر ساخته است. عوارض بسیاری برای اقتصاد و خطرات دخالت نظامی به بار آمده است. با این همه ولایت فقیه خواست عمومی برای پایان مناقشه را که به گوش همگی میرسد ناشنیده میگیرد و به خودسری لجوجانه ادامه میدهد. این در شرایطی است که برای هر ناظری آشکار است که حکومت دیگر نه قادر است کشور را اداره کند و نه از حکومتی به عنوان یک کل میتوان واقعا حرف زد. دستجات و گروه‌های مختلف آن در صدد هستند که مقامات و موقعیت‌های بیشتری را برای خود تأمین کنند و به نزاع و درگیری با هم مشغولند. استبداد دینی حاکم و مسئول اصلی آن ولی فقیه با لگدمال کردن و محو حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم، تبعیض علیه زنان، ستم علیه ملیت‌ها، نقض حقوق اولیه اقلیت‌های دینی و همه دیگر اندیشان و نیز تیره‌روزی مردم را در اثر مدیریت فاسد و دستاندازی و خاص خرجی منابع کشور ایجاد کرده است. علاوه بر این همه رژیم حاکم اکنون کشور را با فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و با خطرات گوناگون دیگر روبرو ساخته است. در ماه‌های آخر جنگ 8 ساله بعد از سالها سرپیچی آیت الله خمینی و دستیارانش از خواست پایان جنگ و ادامه به کوبیدن بر طبل آن، بالاخره ارزیابی مسئولین و مدیران اقتصادی کشور از امکان ناپذیر بودن ادامه جنگ را مورد توجه قرار داد و تحت عنوان جام زهر
قطعنامه 598 پذیرفته شد و به جنگی بی حاصل پایان داده شد. اما گویی ولایت فقیه حاکم امروزه حتی از چنین تصمیمی نیز ناتوان است. اکنون بر همگی روشن است که این حکومت نه تنها نمیتواند کشور را اداره کند، بلکه بحران بر بحران می‌افزاید و حتی بقای کشور و حفظ صلح برای مردم ایران را با دشواری روبرو ساخته است. این اولین مشغله مهم ماست. در چنین شرایطی اپوزیسیون جمهوری‌خواه و آزادی‌خواه برای انجام وظایفی سنگین باید با روشنبینی و با اراده عمل کنند. نیروهای آزادی‌خواه و جمهوری‌خواه ایران گسترده، با تجربه و متنوع‌اند. این نیروها هم به شکل حزب، سازمان، گروه و محفل وجود دارند و هم از خیلی وسیعی از فعالین منفرد تشکیل می‌شوند. اما ما جمهوری‌خواهان پراکنده ایم. این دیگر مشغله مهم ماست. این نیروها ضمن تنوع دارای اشتراکات بسیار مهمی هستند. اشتراکات موجود میان نیروهای جمهوری‌خواه از یک سو، ارزش‌های مشترک میان آنان و از سوی دیگر دفاع مشترک آنان از حقوق و آزادی‌های مردم ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشند. جمهوری‌خواهی، دموکراسی خواهی، حقوق بشر، جدایی دولت و دین، خشونت پرهیزی، دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و مخالفت با هر گونه دخالت، به خصوص دخالت نظامی، همبستگی مردم ایران برای زندگی مشترک، وحدت میان مردم ایران که با برابر حقوقی این مردمان دارای اشتراکات و در این حال تنوعات در زبانها، فرهنگها، اعتقادات و ادیان مختلف تأمین و تضمین می شود، مواردی اساسی از ارزش‌های مشترک نیروهای جمهوری‌خواه میباشند. اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه اقدامی در جهت تقویت مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و مقابله با مداخلات قدرت‌های خارجی است تا کشور و مردم ایران از بحران‌ها و خطرات نگران کننده فاصله گیرند. اتحاد سیاسی و عملی در مورد دفاع از مبارزات بر پایه حقوق بشر تا کنون میان بخشی از نیروهای جمهوری‌خواه و به خصوص 9 حزب و سازمان عملی شده است. در این زمینه فعالیت‌هایی وجود داشته که می‌تواند هم در طیف شرکت کننده و هم در تنوع اشکال فعالیت و اکسیون‌ها به تکامل آنها اقدام کرد. اما این اتحاد بیش از هر چیز می‌تواند اتحاد در رواج ارزش‌های مشترک باشد که تاکنون در این زمینه که بیشترین اشتراکات وجود دارد و بیشترین نیاز برای گفتمان‌سازی احساس می‌شود، تقریباً هیچ کار مشترکی صورت نگرفته است. بدیهی است میتوان به چنین اتحادی دست یافت. در این حال همه میدانیم که اتحادی موفق است که بتواند در سقف اشتراکات را نشاند و در زیر آن سقف هر نیرو بتواند برنامه‌های خاص خود را آزادانه و برابر حقوق عرضه کند. عدم تناسب میان این دو وجه به عدم تعادل، هژمونی طلبی، فرقه‌گرایی، نارضایتی، بدبینی، اختلاف و شکاف می انجامد. ما می توانیم و شایسته است که راه رفع پراکندگی‌ها را با همدیگر طی کنیم. سازمان ما در 2 مشغله فوق خود را همراه اپوزیسیون جمهوری‌خواه و بخشی از ایده‌ها و اراده آن می‌داند. خیلی ممنون. خب من قبلش می‌خواستم راجع به موضوع دیگه‌ای صحبت بکنم، ولی چون من روزنامه‌نگارم گزارش لحظه رو ترجیح میدم بنویسم تا راجع به چیزایی حرف بزنم که هنوز پیش‌فرض‌هاش در واقع فراهم نیست. اینی که فکر کردم با خودم که من خواستم گزارش جلسه دیروز رو که نقطه محوری این همایش هست، اینجا هم نوشتید اتحاد و همگرایی و چی روی گزارش رو بنویسم، چی می نوشتم. اما برای وارد این بحث بشم، چون یه ذره ممکنه چیز باشه، میخوام که دوباره به یاد خودم بیارم در واقع که اینجا هستیم به خاطر ایران عزیز، یعنی نام ایران رو به خودمون تکرار کنیم و یادآوری بکنیم از زندانیانمون که در طول همه این سالها برای آزادی این میهن مبارزه کردن و در دوران اخیر آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد و دوست دارم برسم به همکاران روزنامه‌نگارم که در بندن و حتما یادی بکنم از عیسی سرخیز، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی عمویی، مهسا
امرآبادی، مسعود بستانی و بقیه. یادمون باشه که در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم و یادمون باشه که اینها در طول این 2-3 سال از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای در واقع رسیدند. خب اینو میگم برای اینکه بگم که اگر میخواستم گزارش جلسه دیروز شما رو بنویسم، تیتر روش چی میزدم با توجه به حرفایی که اینجا گفته شده. این حرف فکر کردم میزدم تقلیل جنبش سبز به اصلاح طلبی، یا بدجنسی میکردم، میگفتم که خمینی امام، از این چیزها همیشه گفت. خیلی برام جالبه که بحثایی که مطرح میشه در واقع از 4 تا نکته توشه که من اینا رو اینطوری میارم. یعنی عنوان همایش هست، موضوعش در واقع راههای ائتلاف، اتحاد، همگرایی، بعضیا میگن پروژه. خب توقع میره دوستان عزیز که اینجا هستن که همه فعال سیاسی و به اصطلاح کارشناس این زمینه هستن، چون من روزنامه‌نگارم، توجه داشته باشن که این 4 تا مقوله مختلفه، به 4 راه مختلف میره. یه وقتی از شما از پروژه سیاسی تعریف میکنید. در پروژه سیاسی من میتونم کنار هر کسی بشیم و لازم نیست که حالا اونه که خیلی هم آقای خاتمی رو دوست دارم، منم دوست دارم، ولی شب تولدش زیر پنجرش ویولون نمیزنم. آقای خاتمی هم میگه مخالف رو موافق تبدیل بکنیم. بعد ما چطور اینجا میگیم که اینا نبودن، یه سبز میکشیم 2 تا خودمون و خودشون. اون خودشونیا کیان؟ اصلاح طلبا. کدوم اصلاح طلبا؟ همین اصلاح طلبایی که الان گفتن که آقا التزام سیاسی داریم به قانون اساسی و خلاصه میریم دماوندم رای میدیم. ببینید این کنار اینا میشه در هر پروژه قرار گرفت و هر کسی میشه قرار گرفت. ولی سوال من اینه که شما که این عناوین مختلف رو میذارید برای اتحاد سیاسی معنای خودشو داره، مبانی خودشو داره، ائتلاف هم اینطور. شما کنار ملتزمین به قانون اساسی نیستیم؟ از نظر من مشکل نیست. من روزنامه‌نگارم، هر جایی که بتونم کارم رو بکنم، عنوانش هم برام فرق نمیکنه. تجربه این سالها بهم یاد داد که ماهیت توجه کنم. ولی اگر این تعریف‌ها رو نمی‌کنید و ترجیح میدید که دوباره تجربه سالهای اول انقلاب تکرار بشه، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، وحدت کلمه، خب بعد وجوه مختلفش هم ببینیم دیگه. و فکر میکنم که اون چیزی که دوست عزیز ما میگه آقای شهسوار هم ایناست که اینا رو تعریف کنیم. یعنی اینجا به نظرم جمع میشه برای اینکه این چیزا رو تعریف کرد که بدونیم که تو چه جمع‌هایی، مجموعه‌هایی قرار بگیریم و چه بکنیم. درچه اگه من گزارش رو به این جلسه رو بنویسم دوستان یه دونه دایره سبز کشیدن، خودشون گذاشتن توش، بقیه رو گذاشتن تو دایره زرده و هی هم بعضی ناراحت بروکسل و استکهلمن، هی میگن بروکسلی و استکهلمیا و نمیگن کسی تو بروکسل استکهلم میدن، بعضیشون هم اینجان. و کاش صندلی اونا رو زرد میکردین که اونا بدونن برای عقب‌تر بشین. اگر که قراره شما از جنبش سبز صحبت بکنید، منطقیش اینه که یادتون باشه آقای موسوی در طول این 1 سال هی عضوگیری کرد، هی به کرات گفت این جنبش سبز یک جنبش چند رنگه، طیف‌های مختلف توش حضور دارن. بعد شما نیت خونی میکنید، میگید اونا نیستن جنبش سبزی، یعنی اون طرف دستبند سبز بسته به هر حال، حالا به هر انگیزه‌ای. مگه همه ما اونا که الان دستبند التزام به ولایت فقیه رو بستن مگه همونان؟ به هر حال وقتی فعالیت سیاسی میشه یعنی توش گروه‌بندی‌های مختلفی وجود داره. پس تو گزارش هم می‌نوشتن که بحث وحدت، اتحاد، همگرایی، پروژه سیاسی شد و برای من روشن نشد که بالاخره این ترکیب قراره که این مجموعه سر یک پروژه بحث بکنن، اتحاد سیاسی، همگرایی قرار بکنن و چیزهای دیگه. اتفاقا اون دوست جوان ما که
از سفیران سبز بود، خیلی تکلیفش روشن‌تر بود. از موضع قدرت گفت ماها و شماها، به همین راحتی. معنی دیگرش هم اینه که چون دوستان ماها اونجا تو زندانن، ما تعیین میکنیم شرایط رو. انگار نه این کار که ماها، نه ما الان شماهاییم، ما شماها اولش ماها بودیم. یعنی من خودم در آخرین سال آقای خاتمی از ایران اومدم بیرون و اتفاقا که دلایلی که اونجا مشکل پیدا کردم این بود که عکس آقای خاتمی رو وقتی انتخاب شدن گذاشتم روی جلد مجله. یعنی من رفتم سخنرانی کردم برای که آقای خاتمی بیان. خب معنیش اینه که در اون لحظه همچنان همین حس رو دارم، برای آقای خاتمی احترام قائلم، ولی از هیچ کسی تصویری نمیسازم که فردا خلاصه ناامید بشم، چون اون بنده خدا همونی بود که هست. ما ازش تصویر دیگه ساختیم و بعد نابودش کردیم یا بعد که مجبور میشیم حالا براش ویولون بزنیم. اون که خودش بوده همیشه همینا رو گفته، اون معتقد بوده به این نظام و درست به همین دلیل من خلاصه براش احترام قائلم. ولی منظورم اینه که این قبل از اینکه ماها شماها بشن، شماها ماها بشن، بفهمیم که توی چه کانتکسی در واقع داریم صحبت میکنیم. 2 دقیقه واقعا. یک نکته هم هست که چون 2 دقیقه دارم اینو حتما باید بگم و اون آقای مزروعی عزیز خیلی چیز گفتن، جنگ نمیشه، خلاص روحانی تا تهش نمیره. خیلی برای من مهمه که توی جمع اینطوری که میشینیم واقعا مسائل رو میشه ساده کرد، خب راحت‌تر منتقل میشه به هم دیگه. ولی یادتون باشه که آقای خاتمی قبل از انتخابات از حزب پادگانی صحبت کردن. اون حزب پادگانی امروز در قدرته. اون حزب پادگانی فرصت‌های اگر که نشناسیمش و این جاهایی رو که قرار داره ندونیم که چطوری هست، اون وقت به نتیجه‌گیری‌های نادرست میرسیم. اگر اینو بدونیم اون وقت به نظرم میرسه که راحت‌تر میشه تعریف کرد که برای پروژه دور هم جمع شدیم، برای اتحاد یا برای همگرایی یا برای هر چیز دیگه. یه بخش جلسه‌تونم که تشکر از شماست به خاطر برگزاری این و گزارش کردید که دیگه توی گزارش من نمی آمد به خاطر اینکه در واقع بحث درون سازمانیه. ولی باز تاکید میکنم که وقتی خود شما اعضای این جمع از این صحبت میکنید که ما در اتحاد جمهوری خواهان اقشار مختلفی داریم، بینش‌های مختلفی داریم و باید پایه‌های مادی یک اتحاد برامون تعریف شده باشه تا بتونیم عملکرد یک پارچه داشته باشیم. خوبه که به این هم فکر کنیم که وقتی با گروه‌های دیگه، با ماهای دیگه، با شماهای دیگه، با اونای دیگه صحبت می‌کنیم، پایه‌های مادی بحثمون چیه و تا کجا قراره که این ادامه داشته باشه. مرسی. خب من سلام میگم به همه عزیزان و تشکر میکنم از اتحاد جمهوری خواهان که منو دعوت کردن و بیشتر تشکر میکنم که وقتی هم دادن که صحبت اجازه میخوام از این همین تلفن به خاطر مسئولیت و موقعیت ویژه فرزانه عظیمی عزیز که به خاطر سوگ مادرش نتونسته در این جلسه شرکت بکنه، از همینجا بهش تسلیت عرض بکنم و به مسئول عزیزم. دوستان من چون فکر کنم که فقط امروز اینجا هستم و فقط همین فرصت خواهم داشت برای صحبت کردن، قبل از اینکه صحبت عمومی رو بکنم میخوام بر 3 نکته در رابطه با اسنادتون، سندهای سیاسیتون تاکید بکنم. نکته اول این که انتخابات آزاد در اسناد شما فقط یک ارزش معرفی شده، به سیاست فرا نروید. به اعتبار دیگه دوستان بی سیاستی، من البته همیشه با دوستای بسیار نزدیکم تیز صحبت میکنم، ولی شما به سیاست احتیاج داریم، به خصوص که به درستی داعیه سیاست ورزی داریم.
شما باید پروژه سیاسیتون رو مشخص کنید. این نیاز و خواست و مطالبه جنبش از شماست. نکته دومی که میخوام بگم، من فقط پریشب حقیقتش اسناد شما رو دیدم، ولی دوستان من یکی خوردم در مورد مسئله ملی قومی. خب اینجا صحبت‌ها زیادی شد، من صحبتامو تا حالا نوشتم، بازم خواهم نوشت، اینجا وارد صحبت عمومی نمیشه. دوستان در اسناد شما من واقعا یکی خوردم. سیاست همیشه با سطور نوشته شده نیست. سیاست ترکیبی از سطور نوشته شده و نانوشته شده است. یک کلمه عجیبه برای من، یک کلمه شما اشاره نکردید به جز احمد پورمندی که یک فرمول آورده. اصلا تعجب کردم، این یک پسرفته. از خود پرسیدم آیا پس زنشه؟ این چیست داستان؟ چه فضایی حاکم شده؟ به درستی از تبعیض جنسیتی صحبت کردیم، تبعیض علیه زنان، به درستی از در مورد درگیری‌هایی که با دانشجویان دارن این حکومت، با جوانان، حتی به محیط زیست اشاره کردیم، به درستی به صلح اشاره کردیم. ولی این موضوع بسیار جدی که همین امروز دیدیم که چقدر این سالن انعکاس داشته، سکوت برگزار شده. از شما تعجب میکنم واقعا. قضاوت خواهم کرد، خواهش میکنم حتما اینو در نظر بگیرید. مسئله بسیار جدی است. کدوم موضوع؟ مسئله ملی قومی کلمه ای صحبت نشده، بسیار عجیبه برای من. نکته سومی که میخواستم بگم، دوستان عزیز، به مثابه نیروی سیاست ورز به درستی که از چهره‌های جدی و پایدار همه ماست. مخالف جنگ بودیم، هستیم و حتی اگر صورت بگیره خواهیم بود. ما همواره باید با پرچم صلح باشیم، هم به دلیل حفظ جان تک تک شهروندان کشورمون که خودمون احساس مسئولیت می‌کنیم، بلکه به خاطر مصائب عوارضی که برای امروز و فردا کشور ما داره. در مورد بحران اقتصادی یا به عبارت دیگر این تحریم‌های اقتصادی، بازم از شما تعجب میکنم، به مثابه سیاست ورز عمل نکردید، حلی برخورد میکنید، فقط مخالف تحریم اقتصادی است. من فکر کنم ما در این مورد باید مشخص‌تر و سیاستمدارانه‌تر برخورد کنیم. فقط دیدم در سند دوستمون بهروز بیات از تحریم‌های هوشمند جانبداری شده. ما در این مورد باید تفکیک کنیم. به عبارتی ما باید به این سوال پاسخ بدیم. همین استراتژی که پیش میره توسط پرزیدنت اوباما، آیا تحریم‌ها مقدمه جنگه؟ من در مورد نیوکان‌ها کاملا نمیفهمم، ولی برای سیاستی الزاماً این نیست. تحریم میتونه واقعاً این باشه که جنگ صورت نگیره و ما باید با این برخورد هوشمندانه داشته باشیم. از این سه نکته که میگذرم، صحبت من که خب نوشتارش همین امروز و فردا در سایت هم خواهد بود، مشخصاً اخبار روز، من تاکیدم اینه که در صحبتم بر دو چیز و این دو چیز در سه محور. در سیاست چهره ما باید تحول طلبی باشه و در امر ساختار جبهه. ابتداءً روی همین ساختار تاکید میکنم. ببینین، منم اشاره شد اینجا از همون در حمایش اول لازم اینو بگم که دوستان، من از اتحاد جمهورخواهان نیستم. از بعد از حمایش نخستش و مشخصاً به دلیل بعضی روندهای تعیین کننده‌ای که در اون حمایش طی شد، اما با اتحاد جمهورخواهان در کنارش بودم و هستم، چرا که یک ارزش دموکراتیک برای جامعه را میشناسم، یک ثروت برای اپوزیسیون دموکراتیک بودم و واقعا آرزومندم و مداخله گرانه هم آرزومندم که ارتقا پیدا بکنه و سطح خودش در جنبش ما بالا ببره. ما این ثروت‌ها رو ساده به دست نیاوردیم، حق هم نداریم سادگی از دست بدیم. از این نظر به ساختار که برمیگردم، بذارن از واقعیت زندگی صحبت بکنیم. به این سالن نگاه بکنیم. من محاسبه تقریبی کردم، حدوداً 150 تا 160 نفر در هر لحظه اونجا حضور دارن.
تقریبا فقط 1/5 این رأی میده. دقت کنید این 4/5 که اگر توجه کنید که در این 3 روز یه سریشون هی میرن میان، رأی دهنده ثابتن، موظفن بشینن 3 روز رأی بدن، اونا هی میرن میان. اگه چیزی کنید نسبت بازم بیشتر میشه. اگر وضعیت امکاناتشون بود که از جاهای دور دور بیان بازم بیشتر میشه. لذا که اعضا عمدتاً زحمت کشیدن، مقابل مسئولیتشون تعهدشون حاضرن، هزینه کرده اومدن، وقت، مال، همه چی. نسبت خیلی متفاوته. چرا؟ این چی ازش استنتاج چیه؟ چون آدمای سیاسی از هر واقعیت زندگی استنتاج میکنن. استنتاج ما از این باید چی باشه؟ از این باید این باشه که علاقمند بسیار زیاده. اما اینو شما میخواید در یک ظرف حزبگونه ساختار حزبوار وارد بکنین، همه رو میخواید از بکنین. با شما هستن زیادن، در کنار شما هستن بسیارن. اینا چجوری شما میخواین جمع جورش کنین؟ این موضوع از همایش اول مطرح بوده. همایش اول از در ساختاری درش 2 نگاه بود. یه نگاه میگفت که جبهه و البته با مکانیزم‌های سازکارهای مدرن نوین، نه در تعریف 1328 تا 32 بلکه امروزین با تمام تحولات، که بتونه چیکار بکنه؟ هم شخصیت‌های حقوقی یعنی نهادهای موجود رو که همسو هستن کلیات رو میپذیرن، چون اینجا فقط جبهه سیاسی باید باشه، برنامه کار نداره، اشتباه یعنی برنامه وارد بشه، برنامه مال احزاب یک جبهه سیاسی. اگه اینه خب این باید هم نهادهایی که باید همسوان، هم احساسن، نزدیکن خودش جلب کنه، هم افراد منفرد یعنی اتم‌های سیاسی بسیار زیاد سرگردان جنبش ما به مسابقه واقعیت که هر کدوم ثروتن اما اتمن. اینا میتونه باید این آدم‌ها رو جمع کنه و برای این باید بیاد یه روش مکانیزمی به کار بگیره که اتفاقا همون اتم‌ها در درون همین جمع بزرگ یواشکی متشکل بشن، یعنی امواج بشه در همون وحدت در تکثر، وحدت متکثر، یعنی بتونه در خودش جمع بکنه. این از نظر ساختاری به ما بسیار بسیار کمک میکرد و کمک میکنه که به انشاء نرسیم. این خسرو ما آقای فتاحپور اتحادجمهور خواهان میگم یادش هست در زندیات مهداد و شایخی در همایش پیششون من احساس کردم میدونم رونده به کجا میره. گفتم خسرو من نگرانم، یاد خسرو جان نگرانم، با مهداد صحبت بکن، باور کنی من بزن احساسم که داره میرم و رفتم. دلیل ساختاری ما توضیح داده بشه. من البته اینش رفتن دوستان رو اگر چیز سیاسی من با اونا که رفتن به اونا نزدیکترم تا شما میگم به مواظبی که داشتیم، اما به لحاظ قبول نداشتم کارشون، به لحاظ این شاب کردم باید مبارزه بکنین و باز بکنن ظرف رو. نزدیکترین جریانات نه با هم ما هستیم، چرا باید جدا بشیم؟ بنابراین اینجا هم چشم بگید درگم نبر سیاسی جمع میزنم در آتا ساختار. دوستان عزیز شما باید طرف کنید طرف جبهه تا بتونید بیشتر در بگید. به لحاظ سیاسی خب متاسفانه وقت بسیار کمه. اگر من میخوام مثل بقیه 1-2 دقیقه بیشتر اضافه کنم که بتونم هر پامو جمع جور کنم بگم. اونم اینه که در سیاست دوستان عزیز از همون ابتدا بحث اصلا نبوده که عده‌ای میخواستن برن با سلطنت طلبها متحد بشن و عده‌ای نمیخواستن. موضوع از همون نخست این بود که ما به مثابه جمهوری خواهان دموکرات سکولار میخواهیم در کدامین چهره اصلی رخ بکنیم برآمد بکنیم. بحث مرکزی بود. ما آیا میخواهیم به مثابه نیروی سوم بدیل که در این حال دستش بازه که با انواع اصلاح طلبان از حتی محافظه‌کاراش تا نسبتا رادیکالاش باهاشون اشتراکات پیدا کنه حرکت بکنه. در این مورد خوشبختانه به نظر من اون جمع بسیار بزرگ با ارزش همایش نخست برلین که من اسمشو میذارم تجمع و حمایت 1000 کادر جنبش واقعا ضرب بکنیم و کدومش شاید 30,000 سال تجربه سیاسی بود، بی‌نظیر جمع شده بود. این میخواست میتونه چیکار کنه؟ یه چهره از خودش بده که بله من با اصلاح طلبان دست میدم، با هم حرکت کنیم گذار از استبداد جلو، اما از موضوع تحول طلبی ما
پشت جبهه جریان اصلاح طلب داخل نبودیم و نیستیم و نباید باشیم. یک گرایش احتجاج جمهوری خواهان هی خواستون به اون طرف میشه و نتیجه اینه که چون این فکر بعضا وجود نداره که سیاست ها روشن به شفاف بشه، جدی احتجاج جمهوری خواهان تا حدود زیادی ناشفاف و ناروشن و این اشتباه. آخر نکته هم شما میخوام بگم دوستان، وقت شروطم آخر چیز اجازه میدیم بگم؟ نه اگر چیزی من بگم آخر البته بیاز حق استفاده. آخر نکته اینه که دوستان عزیز، خط تقسیم سیاسی در ایران نه از جمهوری خواهی میگذره نه از سکولار میگذره. ما سکولاریم، ما جمهوری خواهیم، میخوایم ما متحد بشیم، میخوایم زمین نیرو اقدام بکنیم. این یعنی با تحقیق کرد خط تقسیم نیروها در ایران خط ملی، خط کلان دموکراسی و آزادی است. و اگر این باشه ما باید برای موضوع پروژه ملی باید داشته باشیم. این اشتراک ملی بسیار گسترده باید خالی منطقه خودشون داشته باشه. اون از نظر من انتخابات آزاده. انتخابات آزاد به مثابه یک پروژه، به مثابه یک سمتگیری و استراتژی که مشخصا باید بر نیروی اجتماعی، جنبش اجتماعی، بدون نیرو، بدون جنبش اجتماعی سیاست فقط رو کاغذه. زنده باشین، خسته نباشین.